کی بود؟ سردار خودش آمده بود. نه معاونش اومده بود گزنم. و چی من دادی؟ با سردار پسرش خدمتوی میکرده است. برای سرتراشان تخت شما معقول شد. چی من دادی تو رو بپرسم صغیره؟ تلخکم شدم از نجون. من معاون سردار در کجا گفتو؟ جان از دست پایم برو آمد. گمان کردم که یزنده بردن. انتظار نشد. و تو نفس میدانی که کرسی عادی نیست. میدانم یزنه میدانم. حالا نمیدانی اگر تو میدانستی با چه عذاب و عقوبت با چه رای واسطه من کرسی را صاحب شدم. میمردی و کرسی را نمیدادی. وعده داد که روزی دوشنبه گرفتم بیارد. معاون وعده میداد و سردار بسیده راه میکند. مردکی نفس دعوت نامده بود. گرفتی؟ توی گذشته نمیگی از صغیره؟ و بروی میزتون بود. گمان کردم میدروید و میبینی. و چخیر به اداره به کرسی درایم ها؟ چخیر درایم؟ وقتی که در را کشادم کرسی را ندیدم سر پایم بیجان شدم. سرم فیل چرخ زد. دنیا در نظرم شب تاریکش قصر مدنیت کرسی را چه بدادی؟ یزدان شما از آن کرسی چی فایده دیده؟ یک ماشینی بیرانه بیبران توریدو، یک تلفن شکستگی بود، یک ابله معلوم میشد که این قصر مدنیت ذره فراستت را بلند نکرد که نکرد. 7 ماه معاش نگرفته ایم. به پول فرازد مشکل بلند شود. فرو و دلار فرو دستت زیر منم و یزنت گوش کن. فرو شین 2 سال بون. کی 2 سال بود؟ تو 2 سال بون. من مدیر قسم خارجگی قسم مدنیت. رحمت به یزنجان دوی دمتگیر. رحمت به یزنجان که 7 ماه معاش نگرفته ای. دمتگیر گفتم. میدانم که باز 7 ماه معاش نگرفته ای. میدانم که ماشینم بیبالان. میدانم که گاو ملف ندارد. این را من میدانم. لیکن به عوضی که تو کرسی را به سردار دادی باشندگان این نایه به نظرم مور و ملخ میتابند. مور و ملخ همه خاصیت آن کرسی. هر دفت نزد صغیره. زور بازی کردی. بسیار دیرم با تو میگم تو کف میکنی. دوام ده. اگر همین روز کرسی جای خود را نگیرد و صاحبش را آغوش نکند مردی صغیره. جان سردار دروغ نمیگوید. گپی من تمام که رجیسیون آمد. رجیسیون؟ مایلی کی به سردار گفته باشد که من کرسی تاریخی دارم. نی کرسی می بود بلا با پسش برداشت شود نصیبش کند. تختم را از تگم بردم تخت شاه محمود غزنوی را. تخت که رفت بختم میرود. صغیران نمیگویی که کمی دست رئیس گشته میرفت. عاقبتش بخیر باشد. شد از تئاتر لاهوتی 4 خلطه 4 مغز داده این کرسی را من آوردم. کرسی را خدا داد و سردار گرفت. سردار نبود میل معاون سردار بودسته. تو السلام. سلام قیصر سرور. او لب و لنجت لیموی وحش بر این ترش چه سیخی؟ تو گیرد همان روزی رو که من دیپلم رژیسوری گرفتم. باز چه گپ شد؟ باز همان گپ. خلطه ارد سیوم از نیست که فرو اومد لب و لنج من هم فرو اومدن میگیرد. و تو بزنت کوی که ارد سیوم ویتامین 3 دارد. خون رو زیاد میکند. از فهمیش من خون زیاد طلبات‌های دیگر هم دارد. 7 ماه باز معاشت رو نگیری همون ارد سیوم را با چی میخری؟ کرسی را که سردار آورد بیارن چی؟ نمیدهی؟ چی بگم؟ در اداره راستی ساده کاغذ پول امضا کردن خاصیت خوب ندارد. مردم این حادثه را بینند از دروازه بیرون حواسه دروازه میکنند. نفهمی؟ مرا جواب دیده. در بازارچه سیماشی را فروشم بهتر. نه من تو فدایی تاریخ ما را فراموش نمی کند.
در تاریخ میمونی. شما مونید من رفتم نیستی؟ تاریخ این رفتن تو را هیچگاه نمیباشد، هیچگاه نمیبخشد. سلامت باشید. عبدالنبی مهوش یک مورد رو در یک سال روی داده میشود. ها؟ قیصر سرورم شما کی جدی گپ میزنید؟ جدی؟ کرسی رو تختت رو سردار از تختت برد شوخی میکنی؟ نه شوخی میکنی؟ من با همین دوره به کرسی قسم شوخی نمیکنم. فهمیدی؟ نخند شوخی نمیکنم. من جدی میگم. اگر دیگر کس میگود جانش با دینیش میبرامد. برای چی؟ او کرسی رو هر کس برد گفته طاقت میکنی. لیکن وقتی که کرسی رو سردار برد 50 میلیون اندیشه در مینه کرسیدار طغیان میکنن. 50 میلیون نخند رژیسور. من تو برین به طاقت نیستم. صبر و طاقت کرده فهمیدم که سردار بچهش رو در اون تخت شنانده سرتراشان میکرده است. من هیچگاه بچم رو در اون تخت نمیشینونم. شما میدونید محمود غزنوی که انا باز اثبات کردی که دورندهش نیستی. با من چه فرق داره که محمود غزنوی که بود؟ مهم این نیست. کرسی رو سردار ببرد خدا به ما داد. بازار اقتصادی ما تیز بشد پول بگیره. قیصر سرورم من دیگر فدایی شده نمیتوانم. اقتصاد بازارتون هم به خودتون نصیب کند. رژیسور گوش کنید. تو یک سوال دارم. تو چه در بطن خانه ما 9 روز ما طاقت کردی؟ من نورسید تولد شدم. نورسید رژیسور. علیزن ها نوشته کجا میروی؟ حاضر نویسم. حاضر رفتنی باشی هنم نوشته. ولی کرسی رو آوردی. حالا نیست. عریضه نویس. برای کدوم گروه؟ من تو را رژیسور تعیین میکنم. رژیسوری کردن نمیتوانم. نتوانی. جای کردن خلوق نخوید. گرد و خلوق فایده دارد. نتوانی. باز میگویم که من رژیسوری کردن نتوانی. من به دیپلم دیرکتور قصر مدنیت شدم. تو با نامه کمال رژیسور شده نتوانی. روزیشم ولی معاش یک سالت رو از حساب تخت محمود غزنوی. دروغ. نه رژیسور معاشش را از حساب کارخانه فابریک دو زندگی نویم بود. من راضیم. با شرطی که اکای عبدالنبی یک 2 روز مرا رژیسوری یاد کرد. تو چی میگوی رژیسور؟ استاد من میگفتم که بعد 30 سال کارم در تئاتر من با هنر رژیسوری سرفرم رفتم. اگر ولی در 3 روز این هنر رو از خود کنم. اکا قیصر سرور شما هیچگاه یک گمش رو دو نمیتوند. من رفتن این زمان نوشتن دیدم. آواز ماشین بارکش کنم. کرسی را دیدی؟ میروم گفتم ما رو نترسون. دادت ناز بسیار نکن. ناز نه اکا ترسوندنی هم نیستم. من از شما صدقه نه حق مهنتم رو طلب دارم. من نمیدونم شما باز کمتری دیگر طاقت کن. این دیرکتور فابریکای دوزندگی آمد. با نزدیکی جشن دارن. طاقت داری که میکنی؟ معاشم رو کی میدیدی؟ طاقت کن. معاش از ماهت میگیری. یک گله پولی را وردی. دیرکتور فابریکای دوزندگی گفت که محصولات ما رو با یک نمایش تئاتری به مردم پیشکش نمایی. میتوانی میگیری. رئیس تو جای من خبر دارم. لباسای این فابریکا همه زنونن. سرکشی تو پولگیر زنانه. باز وعده داد که اگر نمایشنامه خوب گذرد برای نمایش‌های آینده هم لباس رایگان می‌پوشد. بیهوده وعده دادید رئیس. ما یگان زن نداریم. از مردها زن ساخته شرمنده نشوید. تو رژیسور یا تراکتورچی
با مردم از آهن و بتون از آهک زن میتراشد و تو از مردکای زنده زن تراشیدن نمیتوانی. نه رئیس، من این کار رو بهوده نمیگیرم. میگیری؟ من وعده دادم حکومت نویا با خبر از تلویزیون میآید. نه، من رفته عریضه مینویسی این کم در چیزا. سکین öyle kada بعدیش چه خریش کرده؟ اکایو جون دیت نمیشود تو یا هول بگو یا نه تو نکنه کجا من مکیانه تو نکن ببخشی همیشه میگم که شما بگم تو میبرویم سر ویرانه اوه دماسکا میتشیده یا خیلون در سر مفتو میگم سوز میشنه باشه زیرنما سری ویران تو را محاکمه کنیم یا ما ها گفتم کو اینا ما ها میگم زیدولا چی؟ اگر سر میشود توشیدن میگیرم تو چه تو کردی نوحیت 10,000 سنک دارد من کرتای سنکی نمیپوشم فهمیدی؟ مثلا موضوع این اشترکچی خریش کرده چنو بیاره اشترکچی خریش کرده میگیریم و بپوشه بکا من نشوه کجا بگی خطی اشترکچی خریش کرده فهمو فهمو سیرحمان راضی زیدولا راضی آبیدولکو من هم راضی لیکن آب رزیزن تاجیک را در کویتای چکن آفریده پرا نکنه آفریمش همین همه آفریمش که مردک را گام میگرده کایم دینمی از دین تو اینجا 20 نفر آمد اگر بیا با اون خط کنم تو منه قیصر سرور بجوری نایم روزی خوری قیصر سرور که هر روز 50 سومونی فایده بیورد از فایده خوری های بے فایده چی فایده میرزا حالا بگو که کار میپری یه بیزار مردک بری روا بود و شمایان بری کرتای زنکی نمیپوشم فهمیدی؟ تو چی خیلی میروی؟ سنگاری؟ کی گفت که من میرم؟ من نمیرم مشنو خندتا بزن سنگاری چکن میپوشی اطلس نه چکم میپوشم نه اطلس این چوقه ما ایگی تو اکر جنبی قیصر سرور گفت کی؟ هر کسی که روزی نباشد زود پیش من اومد اومدو بسیار سمانی میرزا کبراوی قیصر سرور به شما چی میگن منم انسایی؟ نه یرا که مردی مرا به بیزو چون کوزیش نصده و بردگی بود به اینم خودشو نصبی اکایم نبی امی کرتای زنکی را ما پوشیده بروید مردم چی میگن؟ و تو این کس رو خودت انتخاب کردی میرزا نه نگوید میرزا وقتی بودیزو در تیاتر ویرون میشن پولی نقد رو از دست میدیم نمایش اشلب چه قریش کنه تلویزیون که بنابور گیرید نوحیه و تمام تماشا ها بگو که اکا دیگه بس نمیگه ها بگو هزار رحمت اکا یوبی جون هزار رحمت اکا سنگاری ترتیب و انتظام ویران نه ویران که دشمنی خلق ایران رو بکنیم و راست بهش قیصر سرور دیچ چی من میترسونی؟ اوما فیلوک می فهمیدی؟ سیرامو
وقتی سنگری چون نرسه اگر جهر شیزد ترتیب و انتظام بیرام میشه مالک خودش میخوابونه چی هم مالک خود خدی قامت شما و اطلس شیم کجا ایواز رویتا تدی دورو مونده به جا نکو سنار نمایش بالای میز کاری من از 15 صحیفه زیاد نیست باوری دارم که بعد خواندن سناریا این بحث و مناظره ما به پایان میرسد وا نکردیم بیا تو رفته بچه ها قیصر سربار نامد است حالی نه نکن اکه عبدالنبی من زنک بازی کردم میتونم میتونی؟ آه تو بازی کن آی بکرته زنکی؟ ها؟ میتونم لیکی کم کم شر او میکنم تو رژیسور شده چی شر میکنی؟ ای اکه عبدالنبی شما با من خیلی مقبول در همین قصر مدنیت از شما دیده وظیفه دشوارتر کسی نبود نه وظیفه قیصر سربروش دشوارتر چی دشواری دارد؟ حقوق میکند و میره و ایشان نه این بینای باشمت را اداره کردن کار آسان نیست ولی این از نه من از اپام دیده کوسیش دوستر میدارد اما اونه که کوسیش سردار بوده است یزنه هم کسم حال حوالش وزنی در خانه با کسی گپ نمیزند اکه عبدالنبی بگو سردار کوسی را بیاورده باشد تو دادی باز من میپرسی اگر کوسی را نبیارند یزنه من قبری مرا میکند اکه عبدالنبی فقط شما میتوانید مرا از غضب یزدان خلاص کنید چی خیلی تو هم میخواهی در تاریخ مانی؟ البته میخواهم لیکن تو آوردن کوسی را همین کوسی را که آورده میتونی مرا پیش کنی ای هزار رحمت که مهربان وعده میدم که با باوری شما و تاریخ سزاوار باشم سرود خونده میتوانی؟ سرود؟ ای البته کو یکون سرود زنکی خوان زنکی؟ من نمیرم و چه بخدا نمیرم و چه باید من بودیم و چه میرم و چه باید اکه دارم با خدای بریم دیسه بود اگر دیسه کنم عیش را زودتا بخورم آمی خبه خور میخورم که ولی همون کرسی را آوردی ها؟ تو را میپرسم صغیره ولی کرسی را آوردی و کرسی را آوردی آمانه قیصر سربار بریم به دیسه داریم تو دیگر آدم نیافتی ولی زور بازی میکنه ما ولی را ولی یک نقش بازی کرد قصر مدنیت به کرسی بود دو نقش بازی کنه قصر مدنیت به دیرکتور میماند قیصر سربار از دین تا امروز 20 نفرم خط کردم برای سرطانشون پول از هر کدامشون 50 سومونی دیدم روی خط کردن دیما نه خبر داشت روی خط کردن گوی که این کرسی آگین اکسپانات موزه به هر کس داده نمیتوانید اگر سردار فهمد مرا میکشد شما هم رژیسوری تمام کردید نه رژیسوری تراکتورچی بود برم پول قیصر سرباریش ما مردم جمع کنیم پولش شینیم تخت نگوره چکار بکنیم در شب از اینجا پول شب ناوردی مردی تو بای نکلدنوی نمایشنامه رو نوشت شما سینارو سنار نوشتی نوشتم او دلم پر نیست اکا شیبا
مرا درست فهمید قیصر سربروی ما مسحکه نمایش لباسهای زنانه میگذارم مگر خنده‌آور نمیشود که با جای زنها اون لباسها رو مردم پوشیده نمایش میدهند خنده‌آور نمیشد پوشیدن گیرد رئیس زن است و مرد لباس زنانه هر قدر زیبا هم باشد در تن مرد زیباگش رو به تمام گم می‌کنه این از برگدی پای رژیسور وابسته مگر تو نمیشود که از آموزشگاه دخترکان زیبا رو انتخاب کنیم و نمیشود آرتیست در کن شرم میکنن شما وعده میدم که در مدت 10-12 روز پول که میگیرد ما یا آنها من میترسم که پول گفته شرمنده نشد پول که آمد شرمنده نمیشوی آدمی به پول شرمنده فهمیدی؟ رژیسوری تاب داده پرپیچون تو که تماشاگیر صد کرابشت میکنم فهمیدی؟ تو نارسید تولد شدی لیکن کلت زور کار میکنند مینه تماشاگیر گیج کرده میتوانی برای کار توفیق برگدی تو برگدی رژیسور رئیس قیصر سربروی توبه پرتوفته روم از پول نقد به نصیب میمونم نروم شرمندگی این مردک مرا نمیفهمد خدایا از ما چه گناه گذشت که تراکتورچی تمام چه رفت تمام چه تراکتورچی رفت ولی رفتنی پول دستی کار در چند سال میروم او لیکن انتایم بنبی شما در خصوص قیصر تراکتورچی از من خواطر نشوید من گرچه نقش زن را بازی کنم هم در زندگی مردم موش برین از سروخی پدیدار شدن شبه آور است برین آدمی خیلی نمیشود وای من نه استاد من همین قیصر تراکتورچی من فقط شاگرد مکتب او هستم فقط همین را گفتنیم که اگر شما مرا در نمایشنامه‌تان جا کنید برد شما میشود من 100% باور کردم مکتبی تو و استادت از مکتب من زودتر بودم میبخشید اکم میبخشید ما گفتیم که یگان اداره بالاترین ویران و ولنگان نشود اکم بنبید شما از قیصر تراکتورچی تخت محمود غزنوی رو طلب کنید گویید برای سلاح‌الدین اگر نبیاری رفیست نمیتونم ولی تو سری منو گرم نکن و من اون تخت ما فیدایی فیدایی؟ در تاریخ میمانه بله فیدایان آمدن خاطر برده به اکم نبی شما کپور کجای افتی؟ آفرین کجا سگین درامانویس شده برفتید کو معقول شد او نمایش اشلب چی کاریش کنه جا با میشو کجا تبریک اکایب تو نده زیدلو توقات شده من دوزو کنشما و اشوارم رو ماش کردن در کار زنت بازی کاری اصول نیست معقول شده باشد از صبح تا شام کار با امید کرتاوی سنتی شده کشنگی را نمره مواد غذایی را فابریکه در همین جا سوز نباشه سوز معلم بگم در جا ما نوتاری نبندیم نبندی کی باور میکنه که سنتی آیا چی پیرانه تو یادم پخته نست نمی پخته نمیچه با باید چیزی باشد که بچه میرزا و سنگالی مرزا روزیه سنگاله من گیتو میگه آقا بنبی آمین کرتا اطلس همه پوشا میرزا بگو گپ نزنه تگه بچه آخی دمو فکیسی های تو سونی سفید های خیشتوانه اطلس سنگالی میپوشا شما در میپوشا سنگالی سنگالی چی نگی؟ چینوزو بزرگوری بازی نمیکنی نه من زنکا بازی نمیکنم مردکی اکایم بنبی یک توی داری که بودم من
ساسومونی بسای انصاف هایمیو کو سوال کو مو تختی اوبینه اکسپانات موزه رو میتی من همین تئاترنده 18 سال باش işlep çıkarış kardakını fahmidim ki tiyatro ma موزه های های بازار ایران چه بدون میدونگو ما توبه برای سرتانوشان ای موزه کوسی ندارم چیه؟ بوری نگه چونچکی نوای بخورو تختی همی رونیم خانم من نمیرم آشه بخدا نمیرم آشه مالی من ولی ربی رنگ سنک میخونه سغیره بلا به دادن بگم ولی رنگ نمیگیریم در تو شفت میگیری سنگالی نه نبود پوشایمون میشم من که نه گفتم نه در من 4-5 موقعی یک خروش هم در کار نه صغیره در این کنسرت فقط موقعان در کار با بازگرد داری قیصر سربر بشم روز قیصر سربر پیشنهاد دارم با فوده کار باشد گم زن ما در نمایشمون کورسی شما رو استفاده میکنیم تمامی عملیات در گرد تخت محمود غزنوی میگذرد چی گفته؟ اگر کرسی رو سردار رو بیارم شما کاری کنید که کرسی رو دهد اگر ما اون کرسی رو از صحنه اعلام کنیم و باز تلویزیون به نوار گیرد اولا پولی سامانه میشود قیصر سرور بیچمو قیصر سرور بیچمو مردک زوره در کار شود امو رئیس قدی کرسیش میوله قیصر سرورمیش قیصر سرورمیش یک جیب آمد کرسی رو اومدم نه سرتراشان دارم بیا توچکی نوایی ده ساسومونی میشه 220 نمیکه نه نیستی 692 سامانی کنم نوشنویس من رفتم شما مشهدان را دوام دهیم با کدام راه و کرسی که نباشد کرسی را آوردن در تو تو از پس من بیرون شما مردم رو با جنازه دعوت میکنید یا با توی تبی چون خود تبسم کو سرکنمی اول توقف تبسم رو بیشتر کنید نه آفرین نه نورگم مهمانانی عزیز و ارجمند همه شما را و این تالار خیر مقدم گفته استاد قیصر استاد یا از خودتون نیلوفه نکنید من خودم نیلوفه نکردم کو در نبودن شما قیصر نه اما قیصر سربرویش رو سرتراشان نمیکنه شو چی نکنید سخنهای کودر کو قیصر سربرویش رو پرتوی فهمیده قیصر سربرویش نیست مرد چه مرد اون رئیس من شما رو ده آدمی نگرانندگی را یافتی حقلا چیزی که شما سپارش داده در سینای نمایش نمیچسب چسب بود نمیچسب دیر شد با تو رژیسور بکدی یا رژیسور چسب استاد نمیچسب دیدی آبی جان نه پیشنهادی تو گذشتم نه سپارش من پیشنهادی او بیدونم بود نه من کردم که قیصر سر فهما من دیگر گپ ندارم شما کرسی رو آوردید ولی راست میبیارم خیر جشنیم بگو سر میشود از نوک بینی هم ندارم میدانم با ما کرسی برای نمایشنامه در کار شب و روز دوادم دارم اون کرسی از تو دیدم و خودم زیادتر معطول چیکار کنم کرسی رو سردار مرد سردار به همون کرسی من خون میگیرم خون میفهمی سردار برد است اگر 3-4 بار کنم و سردار رفتن که بوده سردار هم نفهمید فهمیدی السلام علیکم قیصر کرسی شدم ممنون شد سردار در دوشنبه معاونش با جماعت میسه میشکر رفتن 5-6 روز نشد که از آنو درک نیست زن سردار میگوید چی؟
من به اجازت شوهرم کرسی رو نمیدیم. یک آدم رو روان کردید که از دستش خوب نمیونه. تو اون کرسی رو با چشمان خود دیدی؟ دیدم از تلویزیون اومدم میخواستن که بنامور بگیرن گفتم این کرسی عادی نه اکسپونات موزه خصری مدنیت. اون نگفتی که مردم قطار اومده میخوان کرسی رو بینن کرسی نیست؟ گفتم ندام رئیس زن سردار ده دمت گیرت صغیره ولی تو چکار کردی؟ تو دلم کفم دیده اما کرسی نیست تو چکار کردی؟ صغیره دم شو قیصر سرور تو دورها رو روی خط کرده بیام اول پول گرفتن روی خط کردن گیر بله زیخ نشود کجا کار میشه شونیده خون میگیرد موسی رو گستگی طایفه گرفتی جوانش گرفتگی ولی میشوی کجا کار مانا سیکین پیشلک چقدرش کنه میشده سیکین شما با جواب او بیجو نکن چیزه؟ راستین چطمی؟ راستین چه؟ او برندگی چیزه میشود این کرسی رو ناوردن برنده هم روزی نمیشه رفت و کرسی رو بیاره چی؟ آوردن من شما رو دامن من خانه با کجا؟ کارتون با برنده سلامت باشی اخیب نبی دایی جامو میگون تربانه یا پول این تربو رو که اومد سیرامو ادارو ای برده پرتو یکی در وقت نمایش از بغلتون نفته چی؟ چرا حقارت میکنم؟ من رو سیرم صندلی چون سیوری تکی چشمت رو خوبتر گیریم کن که ایان نشود ترم ده نباشد جواب شمه دادمو چی؟ قیصر سرور میگه بابا دوداری اچمد اوه اتکی ندارم یا این من در گم میمونن یا من تغمم این لباستون سازو یفتتون نمیشود حالی سرخی و سفیده کنیم مردم که میبینی که طلا باید ای سنگاری اون تربورا نمیشود او مالی دورو ندورا خودم کوری دارم برده خوب پرسیدن لازم وقتتی کنید فهمو آگاه میکنم چیزی که از من وابسته بود من یاد دادم دیگرش از خود شما طلب کرده میشود نگاه قدم زنی نزاکت و ناز زنونه در اول باید باشد سخنگاه هم مهم باید تلفظ کرده شود این دهان را اصلا زیاد چیز نکنید همین که میشد مالی میشود چی سبب دارید؟ اخیب نبی باید در وقت برآمد یکم سلوگان گفتار چی اشتری باید تماسم زیبا نگاه کنید دو گذشته رفتن گیره ای تو نبگو ای سنگاری ای تو گپ نپرد گذشته رفتن گیر ولی نبایکم تو یک قدم زنی زنانه رو بین خودشون ایزا میکشم چیزو میکشی این خیلی رفت نزدن فرشته فرشته همین خیلی رفت همین بنا از در تلویزیون دیدم این خیلی بناز گشتن تو رو مردک بینه اشتها آمد گفته میگروزد همین خیلی گشتن لازم کی عقیبت هم از جو بینه درک دیگه مالی ندوکشه باشم چرا بودم سیرامو باید بجون بانی ای نیزو با من زنه
حقیقتی نیستم تو اما جا کلا واسه تو دورا ایوان کدنگی خدت پاچکا تبیدی کجیلا زنکیت معلوم نمونه بس میرزا اینجا برو کدامی کرتا رو میپوشی اکایا بنابی همین کرتا های زنکی و دکتر سازه ایسی که زمانی تو نبرو و خدا نبرو که مردکا طرفا کفی اطلاسا اکای آبی جان دفعه بله ما اینا خودت فهمیدی اینا تیبا خیلی با خوش دومان نده اکا دونه به اینا آنجا بدون ندار کنه رژیسوری شدی انا باید دادن نگیری نمایشی بگو حاضر شده در نمایشنامه نو نقش اساسی و قیصر سرورویچ با سید رحمان میگه تماشا میکنی تماشا میکنی اگر میرزا نباید نه تماشا نه نمایش نه افتخارنامه رحمت اکی سید رحمان رحمت سیرمون چیه؟ تو چی میگو؟ ها؟ میرزا مرده زنه کاری میبروید جونش در دستی منه هی مرد باش آواز رفتن بیاد که باز رژیسورک نرود و شتا میبرمش و شتا شما رژیسور میبرمش ها؟ رفت میزنم اکی سیرمون جنگره نیست آی حقم میرزا نزنه نشه روزی نیست که با هم مناقشه نکنند لیکن پگاه با جای سلیم اوده میرزا را آورد تو هی هم آورده میرزا را آورد کار نکنم دخترم پوش بگو نمه پوشم فهمیدی بپوشی نمه پوشم پوش که مردی نمه پوشم خیلی چشمی صندلی را دیدی ها؟ دیدی؟ شازه قیصر سرور میشوه بچی نمه پوشم یا حاضر دخترم بپوشی یا که نه یا که نه قرصم میوری کدام قرص کدام قرص بالون تراکتوری مرا 3 سال پیش گرفته بردی یک بابت بیار گفتی 36 ماه گذشت بیار پولا بیار پولا پولی چی؟ اکای ولی این رفتی بالون تراکتوری مرا گرفته نه پولا میارد نه بالونا میارد نه کلتره میپوشد اکی میرزا او بلانی مردک که گرفتی او پولش داده تو ندارم آخه اگر داشته باشم نمیتونم آخه نداشته باشی کلتره پوش اکی سیرمونای تیبنم نه او بیچارت پول ندارد یک چور کن یک 5-6 ماه وقتی تو پول بلون جمع کند آن در روز نمایشمون امروز نمایش داریم خوب نمیشه و کی سیرمون میرزو اما بالون تراکتوری ما سرت مونه اینا باید سالی دیگه مهلت بستن اکی سیرمونی مدی شما را لقمانی حکیم نداشت آفرین کلتره پوش 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 که باید نفش نگردم پوش خداوند غریب رحم دخلده اون مردک کرده اگر زنه زنه
همشهری را دیدی؟ دیدم لیکن وای همشهری من نیست. خودت گفتی که مومن رئیس همشهری هم خودم رفته کرسی را گیتم میبیارم کی بود؟ ای همشهری ما پیش کردن رئیس این سرداری نو مولو این خونوک بود است. سلام دادم نگاه نکرد ترسیدم قدش پستک و پکه نبود. نه اقتصاد بازاری را صرفم رفتیم که کرسی امان بردم. خدا تو یک زنزنی سیاست کنه رئیس. سیاست کنم؟ ای سیاستمندان به کرسی این تراکتور چی به تراکتور؟ در همه جا خودم گناهکار در همه جا آوازه کردم که کرسی کاری من تخت سلطان بود. آوازه کردم و مردم به تخت به کرسی منم. هم قسمت شده قیصر سربرویش ما هم قریب 20 سال سیکین اشرف چه قریش کردم آمدیم و امروز به رول ماندیم. شما به کرسی و من به رول. کرسی شما سردار بودو رول مولی سیار. من نمیرم قیصر سربرویش کرسی را آوردن. کرسی را تو دادی من بیارمه دفشن چلو چندت کشون گمشم کرسی را بیارم اگر کردی نبینم آنه چی؟ دفشن رو دستیحتی دیدی سیاست من داره در کرسی خیسور بچه هم کفر نمیگیرده خره حیوان رئیس نرنجی مانت 3 سال دانشگاه را خوانده پیش کردم مکتب صیف 2 خوان پیش کردم کلش زور کنه خر از خر قیصر سربرویش شما انصاف داره تو آغاز نمایش 4 ساعت دیگر مونده است من برای رو جواب نمیدی جواب میدی جواب نمیدهم خوب چون که کرسیتون رو بردن سردار عاقل امروز در کرسی نمیشینند 4 طرف دویده مهنت میکنند تا که خزینه‌اش را پر کند و نگریزند ولی 1 ساعت وقت قرشین کن بینی قیصر سربرویش عبدالنبی نارسیدویچ تخت سلطان محمود غزنوی نگهبانت متشکرم کورنمک و کارکدون بابا کورنمک از این زیاد نمی شود همین قدر سال رو نمک خودش باز کرده تحقیق کرده رفت رئیس ریشیشور رفت 4 طرفش قبله رفتن مولا کی سوسو بکنه نه ولی نه منم موزین جان نه شوخی نکنه رئیس به شوخی سر کنه کوچه‌ای از گناهش گذرید مونه در رئیس اگر عذر پرسد از گناهش اوزن اصلا گناهش کمتر برآمدگی برای نمایشنامه تجربه کمش 20 سال لازم رئیس این رژیسور ما نوزیگاری سورا میفهمد لیکن فهمانده نمیتونه رئیس رفت ایوان رود دیگه نمیاد حتی خیلی خوشم نکرد رئیس هرچند زوری کردی از مستش نبود رئیس نه در کار از دست میره و جوانی کردون ما دیگر این رژیسور یافته نمیتوانیم قیصر سربرویش نمایش امشب نشود آخرین شمروز کور کردیم شرمنده نشوید رئیس شرمنده نمیشویم نمایش با دیگر ما گذاشتم خوشدامن رئیس از دنیا رفته است سلامات بر محمد خدا رحمتش کند چند ساله بودن 99 ساله 9 ماه 9 روزه کلانای مایه همه به جنازه رفتن ولی کمپیر تبرک یک اصل پر از زندگی کردن آمده در روز نمایش ما جان داره خیلی قسمت ولی تو برای اون اعلام کنیم که نمایش ما سالی دیگه میشه بیچاره کبیر خیر اما بسیار نلک تو مردنی نیستی تو پولی بالون ایت نگیریم کو تنو خلاصی نه اش شده کلید با من دیم کجا اگر نمایش که نشود سوال به کلید خودش میویم اگر عبدالنبی میدونست که نمایشنامه نمیشود نمیرم قیصر سربرویش
سنت البگی دوست نمیدارد. عبدالنبی خوندگی رژیسور شناخته در نوحیه دیپلم رژیسوری دارد. خودش آمده اشلب چه کنش کنند نزدیه. الان زنگا که کار من شرطم نباش خیر شرط من شرط میگیرم و شرط من همیگی برای این پنجومه و کتاوی زنونه دخترکانی آموزشگاه را آوردن. یک دو شب روز ما با کیرا نوزو کرشما و ایشوای زنکی را مشق کردیم ها؟ تو کلیدم نگیری یا نه؟ میگیرم. سنگالی والا باید رژیسوری به چخیلی جون دارم. بکلا نگی بله هنم نمایش اشلب چخیش کرده نمیتوانی جون دارم. بکلا نگی سنگالی او سیلامو که ارتیستی را بتونه من ما کودور شکمو کردیم بچه یچه کارا را تمام کردیم نتونی جون دارم. سنگالی و سراسیما نشد سنگالی سراسیما نشد بکلا نگی هنر هر کسی نیست فهمیدی؟ خوب فکر کن. فکر کردم بچه آفرین خوشاییم اوبی جون همین کلتای چکن خودتا پول میزه آنه پوش دم یه سنگای جون چیزه شد بودو مشاییز دیرکتور با کار رژیسور سنه اجازه چیه ما این دور بازی کردن نمیتونم نمیتونی آسانه کن پیش بگویم ارتیستا خوشاییم سنه اجازه کرد دوستو همین خود تو بگیریم یا اختیار ما تمام چی گفتی؟ کرسی نداشته باشم من پیچات دارم پیچاتی بی کرسی بکی در کار ولی صغیره کجای شد ولی تخت سلطان محمود کور جزیر است چی درخواست چی درخواست؟ بنام پروکرور نوحیه از تئاتر نوحی درخواست آمده است. خیلی درخواست خیلی درخواست برای چی؟ یزنا شما همون تخت محمود غزنوی را دزدیده آوردید. اسلو کتگی چه دزدیده؟ 4 خلقت 4 مرسی در کف نشکستگی دادم از تئاتر نوحی آوردم شاید دارم شاید اما روزی که شما کرسی را برآوردنی شده کرتهی زرینی رودکی تاج طلایی شاهدی 50 متر خالی راهرو 20 متر بلور سرخ به یک نمره من فقط 4 خط 4 مغزی در کف نشکستگی دادم کرسی را باید نابودن شاید دارم شاید تو اما شایدم تو شاید هم 4 خط 4 مغز از دردم گرفتگی دیرکتور همان تئاتر لازم شود من خودم رفتم اما مفتش میگوید که شما همان روز ماشین را کرا کردن نه تنها تخت رو بلکه کرته و تاج و حالین و ولیور و مفتش نامعقول کردند من شاید دارم تو اما شایدت یزدم شاید اما دیرکتور تئاتر که از دستم 4 خط 4 مغز لازم شود خانه سوخته 4 این شب 4 مغزی در کف نشکستگی را خوردم مرده بود من اکنون یزدای مرا میشنونم شاد را خیلی پروانه که یزده جو خوب تیان 6-7 سال میگن دورم نمیبرند یا به آوانت میبرند یا به خودجوش زود خبرت میگیرم از من و اپام دلت پر باشد پشت ما سید زاده و احسان زاده هست گفتم برای اینکه اگر خانه زنی دویومت رو مصادره کنند من او را تنها نمیگذارم دلت آن دونه را دست برا با کسی همه اینه خیلی کاری شدگی شد یزده جان
خود تخت محمود غزنوی که با خودش کیلو نکرد آخی یزدان؟ باید یزدان؟ یک کنسک دیگر تشکر زیاد برای شما.